کم برند همیشه برند. این دیگه قسمت آخره. قبلا گفتیم که اخیراً برندها دارن کم برندی میکنن و لوگوی پرجزئیاتشون رو به یه چیز ساده تبدیل کردن. احمد آقا رو یادتون هست؟ الان اگه از ما لوگو بخواد به یه ای ساده هم راضیه. حتی همونم مینیمال ترش رو میخواد. یه چیزی تو همین مایه‌ای که میبینید. اما چرا سلیقه احمد آقا توی این سالها اینقدر تغییر کرده؟ خب عوامل مختلفی باعث رویداد این پدیده شدن. امروز دیگه کوچکترین المانی برند کارت ویزیتش نیست، بلکه ما باید کل هویت بصری برند رو توی یه جعبه جا بدیم و اونو تبدیل کنیم به یک آیکون کوچیک دیجیتال با پیکسلای کم. علت اول دی برندینگ طراحی متناسب با دنیای دیجیتاله، طوری که لوگوی شما توی هر فضای کوچیکی به راحتی قابل تشخیص باشه. برای همینه که اکثر لوگوها الان تخت شدن و شکل دو بعدی به خودشون گرفتن. البته قبلا لوگوها دو بعدی بود، اما نرم افزارهای طراحی با قابلیت گرد کردن گوشه ها، ایجاد سایه، طیفای رنگی و نورپردازی‌های پیچیده باعث شده که طرح‌ها از اون ور بم بیفتن. علت دوم دی برندینگ اینه. خیلی از برندها در واقع هویت بصریشون رو خیلی ساده نکردن، بلکه فقط از پیچیدگی‌های زیادش به حالت عادی و عاقلانه در اومدن. علت سوم پخته شدن برند هاست. با رشد برندها لوگوشون از حالت کارتونی به مناسب برای کمپانی، از حالت برجسته و رنگی به حالت مسطح و ساده و از یه لوگوی عجیب و غریب به لوگوی حرفه‌ای تبدیل شده. و در نهایت دلیل آخر اینه که لوگوی ساده قابلیت اینو داره که توی هر ژانری جایگاه خودش رو پیدا کنه. مثل همین لوگوی وارنر برادرز که میبینید که دریچه‌ای شده برای ورود به دنیای هر فیلم.